پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه ماه رمضان فرا رسد درهای بهشت گشاده می شود و درهای دوزخ بسته می شود و شیطانهای سرکش در بند و زنجیر کشیده می شوند. روایت بخاری و مسلم. در روایت امام ترمذی به دنبال این حدیث چنین آمده است و ندا دهنده این ندا می دهد ای کسی که خواهان خیر و خوبی هستی پیش بیا و ای کسی که خواهان شر و بدی هستی دست بردار و خداوند بندگانی را از آتش دوزخ آزاد می کند و این در همه شبهای رمضان است. روایت ترمذی. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود. هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر. دین حق را هدیه آورد سوی ما